سلام علیکم دوستان گرامی، امید که جور و صحتمند باشید. نازنین فیضی هستم. اینجا کانال مختصر تجوید است. امروز قرار است که سومین درس آموزش 0 تا 100 خیاطی را بیاموزیم. شما در ویدیوی قبلی آموزش دقیق اندازه‌گیری بالاتنه را آموختید که چگونه از کدام فرمول یک بالاتنه را ما اندازه‌گیری کردیم و همچنان نحوه قیچیش را که چگونه قیچی کردیم. تمامش در ویدیوی گذشته شما اگر دیده باشین یاد گرفتین. امروز قرار است که سومین درس آموزش 0 تا 100 خیاطی را که اندازه‌گیری و قیچی درسته یخن می باشه به شما آموزش بدم. پس بیایید که درس خود را شروع کنیم. اما قبل از این که درس را آغاز نماییم این را باید ذکر کنم. اگر در کانال جدید هستید و این اولین ویدیویی است که شما مشاهده می کنید پس خوش آمدید. کانال را سابسکرایب کنید و اگر زنگوله پهلویش را فشار دهید به محض این که ویدیوی جدید را آپلود می کنم یوتیوب شما را مطلع می کند و اگر از قبل عضو کانال هستید پس حتما این ویدیو را لایک کنید. آموزش اندازه‌گیری دقیق یخن که یک یخن ما چگونه اندازه‌گیری بکنیم، البته یک یخن ساده. یخن هم نظر به اندام هر کس فرق میکنه. مثلا دندامای بزرگ طول عرض یخنش یک اندازه است، از متوسط یکی است، از اطفال دیگه. پس فعلا اندازه‌گیری یخن که انجام میتم از افراد متوسط یعنی اندام متوسط دارن که عرض یخنشان معمولا 3 اینچ میگیریم و طول یخنم 5 اینچ که از اینمی فرمول استفاده میکنیم به یک اندام متوسط درست میشه اینمی یخن. البته این ساده ترین یخن است که امروز کار میکنیم. عرضش 3 طولش هم 5 اینچ. بعد از او از این نقطه وسطی 2 اینچ از طولش جدا میکنیم برابر باز هم از این نقطه وسط یا نقطه مرکزی 2 اینچ از عرضش جدا میکنیم و 1 اینچ هم از قسمت وسط. بعد از اون نقاط یکی با دیگه توسط دست ما وصل میکنیم. به شکل یک یخن گرد ساده به یک اندام متوسط، عرضش 3 طولش 5 اینچ. از نقطه وسط 2 اینچ از طول جدا کردیم، 2 اینچ هم از عرضش و 1 اینچ از نقطه وسطی که مطابق اینمی فرمول پیش بریم انشالله که هیچ مشکل پیش نمیه و یک یخن گرد منظم جور میشه. خب اندازه‌گیری دقیق یخن گفتیم که طول عرضش پیش ما می باشه. ما از مشتری یک طول یک عرض از یخنش می داشته باشیم، اندازه‌ش می بینیم اونمو اندازه هر اندازه که بود روی تکه هم انجام میتیم. عرضش از 3 اینچ گرفتیم چون که تکه 2 قاط است، در اصل 6 اینچ میشه عرض یخن. عرضش 3 طولش 5 اینچ. بعد از او امی شکل مستطیل شکل خطکشی میکنیم. از نقطه وسطیش 2 اینچ از عرضش جدا میکنیم، 2 اینچ هم از طولش و 1 اینچ هم از نقطه مرکز یا نقطه وسطش. بعد از اون نقاط یکی با دیگه وصل میکنیم و سرمو خطکشی ما برش میکنیم که یک یخن گرد ساده درست میشه. خب حالا بخش اندازه‌گیری ما تمام شد. اندازه‌گیری را فهمیدیم که عرضش چه اندازه گرفتیم، طولش چه اندازه گرفتیم، از نقطه مرکزیش چقدر گرفتیم، همیشه آگاهی پیدا کردیم و حالا بالای برش آن میپردازیم. ببینیم که چگونه برش میکنیم. خب به میشه سیستم برشش میکنیم، توته اضافه هم دور میکنیم. ببینین یک یخن گرد ساده، یک یخن منظم قیچی شد. طول عرضش هم فهمیدیم که برای یک اندام متوسط گفتیم عرضش 3 اینچ میگیریم چون تکه ما 2 قاط است، در اصل 6 اینچ میشه و طولش هم 5 اینچ. درس ما در همینجا به پایان میرسه. در ویدیوی قبلی شما طریقه درست اندازه‌گیری بالاتنه را و همچنان نحو قیچی کردنش یاد گرفتین. در ویدیویی که فعلا کار کردیم
طرز قیچی کردن و اندازه‌گیری یخن آموزش دیدیم که چگونه یک یخن قیچی کنیم. اما ویدیوی بعدی بخیر انشالله که بالای دوخت آن میپردازیم و نحو دوختش براتون آموزش میدیم که چگونه بدوزیم و از کجا شروع بکنیم در قسمت دوختش. پس در ویدیوی بعدی میبینیم. خداوند یار و مددگارتان.